به نام خداوند جان و خرد که از نور او دل به ایمان برد. ز بنده گمان رست باید ز جان، که راه حقیقت بود بیکران. عزیزم، شنوندگان عزیز، سلام عرض میکنم خدمتتون. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. هر جای این کره خاکی که هستید در کمال صحت و سلامت، اوقات به کامتون باشه. امروز 30 ژانویه 2025. من آرش هستم و ساعت 8:45 غروب هست که این پادکست داره ضبط میشه. نام این پادکست و سرفصل این پادکست 90 قسمتی هست انقلاب از درون یا Revolution from Within، که در اصل بر پایه اتفاقاتی است که من توی 6 ماه گذشته تجربه کردم و اطلاعاتی که جمع آوری کردم و این اطلاعات رو به دور از هر گونه شوآف، به دور از هر گونه منم یا هر چیز دیگه‌ای تلاش کردم اول برای خودم به یک درک کامل و واضح برسونم، توی زندگی خودم پیاده‌اش کنم، نتایجش رو ببینم و بعد به صورت جمع‌بندی شده بیام و شیرش بکنم و امیدوارم که خدمتگزار شایسته‌ای باشم که بتونم فقط این اطلاعاتی رو که بر پایه منابع موثق است با شما عزیزان به خوبی شیر بکنم. من مطمئنم که خیلی از شما دوستان این اطلاعات رو کاملا آگاه هستید، واقف هستید برش و امیدوارم که خدای نکرده برداشت بدی نشه از اطلاعاتی که توی این دوره 90 قسمتی با هم دیگه در میون میذاریم و هدفمون فقط پیشرفت و یادگیری باشه. اما خدمتتون عرض کنم که این دوره انقلاب از درون 90 قسمتی که داره بر پایه اطلاعاتیه که از لحاظ فلسفی، از لحاظ جامعه شناسی و از لحاظ انسانی میتونه به هر کدوم از ماها هر جای کره خاکی کمک کنه که قدمی برداریم برای اینکه بتونیم محیط بهتری برای خودمون و اطرافیانمون و هموطنامون و همینجوری بریم لولای بالاتر بسازه و از ما انسان بهتری بسازه، انسان تاثیرگذارتری بسازه. تیتر قسمت اولمون آزادی هست. برای چی آزادی رو به عنوان تیتر قسمت اول انتخاب کردم؟ به این دلیل که اولین چیزی که من آرش باید ازش آزاد بشم اون باورهای پوسیده و قدیمی هست که یه جورایی انگاری که ذهن من رو محاصره کرده و ذهن من رو برده خودش کرده و من نیاز به آزادی از اون باورها دارم. برای اینکه بتونم به یک سری باورهای جدید برسم باید از منابعی استفاده بکنم که این منابع اطلاعات استاندارد و درستی به من میده که در مقیاس جهانی قابل قبول و قابل تاییده. در این حال من یک مقیاس دیگه هم که برای خودم در نظر گرفتم مقیاس دینیش هست. حالا هر کس اعتقادش مورد احترامه و کاری با این قضیه نداریم. من شخصا مسیحی هستم و از دیدگاه مسیحی هم این موضوع رو بررسی میکنم. اما بپردازیم به قضیه آزادی. من این نکته رو هم بگم که تمام این اطلاعات شاگرد اول این کلاس خودم هستم، یعنی اولین کسی که این اطلاعات رو میخواد یاد بگیره من آرشم و امیدوارم که بتونم به درستی هم این اطلاعات رو انتقال بدم. اینجا فقط یک تریبون ارتباطیه که بتونیم این اطلاعات رو جمع‌بندی کنیم، آنالیز کنیم، بررسی بکنیم و به یک نقطه نظر موافق برسیم و ان شاءالله بتونیم از این اطلاعات توی زندگیمون استفاده بکنیم. خب خدمتتون عرض کنم که من توی یک دوره 180 روزه تصمیم گرفتم که روی خودم کار بکنم بدون اینکه بخوام به دیگران بگم که من دارم چی کار میکنم، به دور از چشم دیگران و به دور از هر گونه پست و استوری کردن و شوافی توی سوشال مدیا و اینجور قضایا.
تمرکز کامل رو گذاشتم روی شخص آرش و این اطلاعاتیه که در اصل آجر به آجر و خشت به خشت همینجوری برای خودم پروگرام کردم، روشون کار کردم و الان اینجا داریم با هم دیگه در مورد صحبت میکنیم. حالا توی اون دوره 6 ماه چه اتفاقایی افتاد توی اون 180 روز و ما توی جلسه جداگونه در موردش مفصل صحبت میکنیم که واقعا پیشنهاد میکنم اگر با افسردگی خدای نکرده روبرو هستید، اگر شکست هایی رو تو زندگیتون تجربه کردید، اگر از وضعیت کنونی زندگیتون به هر دلیلی رضایت ندارید، حالا در هر زمینه، در زمینه شغلی، در زمینه ارتباطات، در زمینه حالا نگرشی، افکار، احساسات، هر چیزی که هست، فکر میکنم خیلی میتونه کمک بکنه که حالا در موردش در آینده بیشتر صحبت بکنیم. اما قانون اولی که برای خودم تعیین کردم این بود که با نگرش فنجون خالی با تمام این اطلاعات روبرو بشم. یعنی این که بدون این که بخوام در نظر بگیرم آی آرش چه اطلاعاتی داشته، آی آرش مثلا کیه و نمیدونم آره انقدر سن داره و انقدر فلان، همه اینا رو کامل فاکتور گرفتم و اومدم گفتم من یک انسانی هستم که در مورد هیچ چیز نمیدانم. یعنی کاملا یک برگه سفیدم که اومدم یاد بگیرم، اومدم شاگرد باشم و اومدم زندگی خودم رو بر این پایه بذارم که اطلاعات جدیدی رو توی ذهن خودم وارد کنم که از من بتونه انسان درست و بهتری برای خودم اول و بعد برای اجتماع بسازه. اجتماعی که مدامن باش در ارتباطیم و 100% روی هم تأثیر میذاریم. پس در نتیجه این میتونه توی یک دوره 180 روزه 180 درجه، یعنی اگه هر روز 1 درجه من تغییر بکنم در طول 180 روز 180 درجه من رو انسان متفاوتی کرده نسبت به اون فرمت قبلی که داشتم. که حالا اینم باز نکاتی که در موردش بیشتر صحبت میکنیم. یک شعاری برای خودم تعیین کردم که این شعار حالا چیز انگلیسیش هست که میگه do what you say what you do. یعنی چی؟ یعنی همون کاری رو که به زبونت میاری انجام بده. خب هر چیزی میگی رو انجام بده و هر چیزی رو که انجام میدی بگو. پس در این قالب نه بلوفی صورت میگیره، نه شعاری صورت میگیره، نه شعافی. یعنی هر چیزی رو که امتحان شده، تست شده، نتایجش کاملا داره صحبت میکنه و گویاست و میتونی ازش به عنوان یک تجربه با هم نوعات صحبت بکنی. واقعا از صمیم قلبم من که خالصانه میگم واقعا این قضیه رو، امیدوارم بتونیم در کنار هم دیگه توی وضعیت کنونی که حداقل جامعه خودمون داره بتونیم دست به دست هم دیگه یک انقلاب بزرگی رو ایجاد بکنیم. ما اگه قرار چیزی رو تغییر بدیم توی کشور خودمون، من احساس میکنم اولین قدم اینه که من آرش از خودم شروع بکنم، انقلاب از درون، و بعدش مسلماً این تبدیل به یک جریانی میشه که بتونه تأثیر بذاره روی ابعاد مختلف زندگی و جامعه خودم. خب لب و دهن نبودن، اینکه یه حرفی رو در اصل بدون علم نزدن، این خودش یه نکته خیلی مهمه که باعث میشه حداقل ارزش‌های انسانی زیر سوال نره. یا اون طرف مثلا خودش یه کاری رو امتحان کرده، یه چیزی رو با منبع موثق داره صحبت میکنه و شعار نمیده. و یه نکته آخرم که میخوام بگم قبل از اینکه بپردازیم به بحث آزادی، اینه که افراد و اسامی رو فاکتور بگیریم و بچسبیم به اطلاعاتی که بدونیم دقیقاً منبع مستندی داره و میشه روشون حساب باز کرد. این که حالا آرشه یا کیه یا هر اسم دیگه ای اصلا مهم نیست. ما هر کدوممون یک حلقه زنجیریم که پیوسته با هم دیگه در ارتباطیم و این جامعه انسانی اگر نتونه درست به هم دیگه کانکت بشه، مسلماً دردهای زیادی رو تجربه میکنه. خب
اما بریم ادامه بدیم. من واقعا از صمیم قلبم دعا میکنم که بشه یه حرکت خوبی بشه که این مسیری که analyzor.com، سایتی که این اطلاعات رو روش آپلود میکنم شروع کرده، و یا این انقلاب از درون یک تلنگر کوچیکی باشه برای اینکه ما بتونیم در کنار هم دیگه فردای بهتری رو برای ایرانمون، برای جامعهمون درست بکنیم. پس با این مقدمه بریم بپردازیم به اصل مطلب که بحث آزادی باشه. اولین منبعی که میخوام ازش آزادی رو، ابعادش رو بررسی بکنم، منبع علمی است، منابعی که میاد تجزیه تحلیل میکنه اصلا آزادی یعنی چی. من اولین ترجمه آزادی و معنی و تعریف آزادی رو از دیکشنری مثلا وبستر اومدم در آوردم. میگه آزادی به معنای توانایی عمل کردن، تفکر و بیان نظر بدون محدودیت یا فشار از سوی دیگران است. این مفهوم شامل جنبه‌های مختلفی از جمله آزادی فردی، اجتماعی و سیاسی می شود. آزادی فردی به حق هر فرد برای تصمیم گیری درباره زندگی خود و انتخاب‌های شخصیش مربوط می شود. آزادی اجتماعی به حق افراد در مشارکت در جامعه و فعالیت‌های اجتماعی مربوط است و آزادی سیاسی به حق افراد در شرکت در فرآیندهای سیاسی و انتخاب نمایندگان خود اشاره دارد. در کل آزادی به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بشر شناخته میشه و نقش مهمی در تحقق عدالت و برابری در جامعه ایفا میکنه. یعنی خود آزادی یکی از منابع اصلیه که باعث برابری در جامعه میشه. بعد میگه آزادی داره ابعاد مختلفیه، یعنی جنبه‌های مختلفی داره. اولیش اینه که آزادی فردیه، یعنی حق هر فرده برای زندگی خودش، برای مدل زندگی خودش، لایف استایل خودش، تفکر خودش، اون بیان خودش، آزادی انتخاب داشته باشه، بتونه هر جوری که دوست داره اون تفکر خودش رو پیاده کنه، البته تا جایی که بی احترامی به حقوق دیگران نشه و یه جورای آزادی دیگری رو بهش لطمه نزنه که بخواد آزادی خودش رو پیاده کنه. در چارچوب احترام متقابل بتونه اون آزادی فردیش رو داشته باشه. این یه جنبه آزادی. جنبه دیگه آزادی اجتماعیه، یعنی حق مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی و حق دسترسی به اطلاعات، چیزی که ما تو جامعه خودمون احساس میکنم خیلی ازش محروم هستیم و خیلی محدودیت‌های زیادی رو حالا ما ایرانی‌ها باش روبرو بودیم توی سالهای گذشته توی کشور خودمون، که امیدوارم حالا کم کم این قضایا تغییرات جدی بکنه و ما به سمت اون آزادی که حق واقعیمون هست بریم. نکته سوم بعد سوم آزادی سیاسیه، یعنی حق شرکت در فرایندهای سیاسی، رأیگیری و ابراز نظر در مورد مسائل عمومی بدون اینکه سرکوب بشه، بدون اینکه تهدید بشه، بدون اینکه اون فرد بخواد در صداش در نطفه خفه بشه. یعنی بتونه خیلی مسالمت آمیز بیاد بیان کنه، راهکار ایجاد بشه، مشکل بررسی بشه و حالا پیگیری بشه. و این خودش یه آزادی سیاسیه که ما باز از این جنبه هم متاسفانه توش مشکل داریم. آزادی فردی که مشکل داره، آزادی اجتماعی که مشکل داره، آزادی سیاسی هم مشکل داره. بعد بعدی میشه آزادی اقتصادی، یعنی حق انتخاب شغل، کسب و کار و استفاده از منابع اقتصادی. آیا توی این مورد آزادی اقتصادی ما اون آزادی عمل رو داریم که باز نگاه میکنیم خیلی جاها محدودیت هایی هست برای افراد، که یه سری افرادی که واجد شرایط و قابل هستن برای اینکه یک سری کارها رو انجام بدن، متاسفانه به دلیل حالا هر پارتی بازی یا هر چیز دیگه بخوایم در نظر بگیریم، اونا محدود شدن و دسترسی به اون جایگاه ندارن و از تواناییشون نمیشه استفاده کرد به دلیل اینکه افراد ناآگاه اومدن اون جایگاه رو پر کردن. پس آزادی اقتصادی هم به دلیل اون طرز فکرها و طرز نگرش‌های تکبودی که یه سری از مسئولان دارن، مسئول که چه عرض کنم، متاسفانه محدود شده. پس این آزادی اقتصادی هم که گزینه چهارم بود باز از بین رفته.
بعد میرسیم به مورد پنجم. بعد پنجم آزادی مذهبیه، یعنی حق انتخاب دین و پرستش به شیوهی که فرد دلش میخواد. یعنی همون چیزی که در اصل هر فردی بتونه اعتقادات شخصی خودش رو داشته باشه بدون اینکه بی‌حرمتی بهش بشه. اگه اون فرد مسلمونه و دوست داره مثلا چادر سرش بکنه، بره مسجد نمازشو بخونه، خب اون قابل احترامه. اونی هم که دوست داره آزادانه فکر کنه و اصلا ایتیست باشه یا هر چیزی شبیه این، اونم بین خودش و خدای خودش. یعنی یه فردی از زمانی که متولد میشه تا زمانی که دار فانی رو ودا میگه و زندگیش تموم میشه، خب این هر چی هست بین خودش و خدای خودش، اعتقاد خودشه، اصلا خدایی نداره، خب تموم دیگه، اون دیگه پای خودشه. این آزادیه باز داره سلب میشه و این باز نگاه تکبودیه که داره قانون آزادی رو سلب میکنه، یعنی معنی آزادی رو داره زیر سوال میبره. زمانی که این آزادی، کلمه آزادی، تعریف آزادی از 5 بعد مختلفش محدود شده و بسته شده، این یعنی این که از لحاظ علمی ما توی جامعه‌ای هستیم که هیچ گونه آزادی وجود نداره و کلن داره همه چیز زیر دیکتاتورشیپ کامل چیز میره، جلو میره. یعنی الان توی ایران ما فقط بعد حجاب نیست که ملاک شده مثلا برای چیز، آقا مثلا زن زندگی آزادی فقط یک بعدش نیست، ما 5 بعد مختلف رو الان نگاه میکنیم، هر 5 بعد بسته شده. پس این سیستمی که داره پیاده میشه یک سیستم ضد آزادیه و داره این چیز رو زیر سوال میبره. ما حالا بحث رو نمیخوایم ببریم اونقدر سمت قضیه سیاسی، ولی میخوایم به یک دیدی برسیم، به یک تعریف واحدی برسیم از آزادی، که اصلا آقا آزادی یعنی چی به معنی مستند علمی تایید شدش. خب منشور حقوق بشر که به عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز شناخته میشه، مجموعه از حقوق و آزادی‌های بنیادینیه که برای حفاظت از کرامت انسانی و ترویج عدالت و برابری در سراسر جهان تدوین شده. این اعلامیه در تاریخ 10 دسامبر 1948 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاریس تصویب شد و شامل 30 ماده است که به حقوق مختلف افراد اشاره میکنه. از جمله نکات کلیدی منشور حقوق بشر میتونیم به موارد زیر اشاره کنیم. 1. حق زندگی و آزادی، هر فرد حق داره به زندگی و آزادی شخصی خودش دسترسی داشته باشه. 2. ممنوعیت تبعیض، یعنی هیچ فردی نباید به دلیل نژاد، جنسیت، مذهب یا هر ویژگی دیگری مورد تبعیض قرار بگیره. 3. حق آزادی بیان، یعنی هر فرد حق داره آزادانه نظرات خودش رو بیان کنه. 4. حق تحصیل، هر فرد حق داره از آموزش و تحصیل برخوردار بشه. 5. حق تجمع و مشارکت، یعنی افراد حق دارند به صورت مسالمت آمیز تجمع کرده و در امور عمومی مشارکت کنند. منشور حقوق بشر به عنوان یک سند بین المللی به دولت‌ها، نهادها و افراد توصیه می‌کند که به حقوق بشر احترام بگذارند و آنها را ترویج دهند. این اعلامیه تأثیر زیادی بر قوانین و سیاست‌های ملی و بین المللی در زمینه حقوق بشر داشته است. نماد حقوق بشر کوروش یا همون استوانه کوروش هم که به نام استوانه حقوق بشر نیز شناخته میشه، که یه متن قدیمی مال 539 سال قبل از مثلا میلاد توسط کوروش کبیر خودمون شاه هخامنشی اومده چی شده، بعد از اینکه مثلا بابل رو فتح کرده اومده، اون حالا نبوکدنضر دوم بوده، اون رفته کنار، اینو صادر کرده که اومده بر اساس این، من حالا اینو هم براتون میخونم که ببینیم اون منشور کوروش چی میگه که خودش الگوی تمام دنیا شده. میگه به عنوان یکی از اولین اسناد حقوق بشر شناخته میشه اینجوریه: متن این استوانه به شرح اقدامات کوروش بزرگ برای احترام به حقوق ملت‌ها، آزادی‌های دینی و حقوق انسانی در قلمروهای مختلف امپراتوری‌های هخامنشی
دانشی پرداخته است. مهمترین نکات و مفاهیم مندرج در این متن به شرح زیر است. یک، آزادی دینی. کوروش بزرگ اعلام می کند که به مردم تمامی ملت ها این حق را داده که آزادان دین خود را انتخاب کنند و معابد خود را بازسازی کنند. این شامل یهودیان بابل می شده که از آن به عنوان بازگشت به سرزمین خود و بازسازی معبد یهود در اورشلیم یاد می شود. قسمت بعدیش آزادی و کرامت انسان هاست. یعنی کوروش در استوانه اعلام می کند که هیچ کس نباید به طور ناعادلانه زندانی یا مورد ظلم و ستم قرار گیرد. سومین مورد بیگناهی و آزادی از بردگی. در این متن به ویژه برای بردگان و کسانی که در شرایط ناعادلانه بودند اشاره می شود که آنها باید آزاد شوند و به طور عادلانه با آنها برخورد شود. چهارم، برابری و احترام به ملت ها. کوروش در این استوانه به برابری ملت ها اشاره میکنه و اعلام میکنه که هیچ کسی نباید به خاطر ملیت یا قومیت خودش مورد تبعیض قرار بگیره. این استوانه نه تنها از نظر تاریخیش اهمیت داره، بلکه به عنوان یکی از نخستین اسناد شناخته شده در زمینه حقوق بشر و حقوق فردی محسوب میشه. بسیاری از محققان آن را به عنوان یک مدرک مبنای اولیه برای مفهوم حقوق بشر در دوران باستان می‌دانند. همینجا یه لحظه پاز بکنیم. ببینید، من احساس میکنم نظر شخصی منه و حالا بحث سر آزادی نظر شخصی هم میشه آزادانه گفت. شما هم خوشحال میشم نظرتون رو میتونید کامنت کنید و شیر کنیم با هم دیگه. من احساس میکنم یک جو خیلی بدی یه دفعه‌ای با برنامه ایجاد میشه که قومیت ها و ملت ها رو به جون همدیگه بندازن. یعنی مثلا میگم یه دفعه ایرانیه به افغانیه میزنه، افغانیه به ایرانیه میزنه، ایرانیه به نمیدونم فلان میزنه. ما اینجا داریم چی کار میکنیم؟ ببین، ایران یک کشور بسیار پهناور بوده که از غربش رو بخوایم بگیریم تا حالا دیگه یه قسمتایی از اروپا و نمیدونم یونان و فلان جلو میره و از شرقش رو بخوای در نظر بگیری تا یک شرق چین تا غرب چین یک شهری هست به نام یانگجو که اونجا فارسی صحبت میکنن مردمش و حتی نوروز رو جشن میگیرن. اینا همه فارسی زبان هستن. یعنی ما دی ان ایمون به هم کانکته. یعنی ما یه جورایی یک نسل یک پارچه هستیم و متاسفانه حالا به دلیل محدودیت ها و فشارها و اتفاقایی که افتاده تو طول مثلا تاریخ این مرزها شاید جابجا شده، ولی ذاتاً ما به هم دیگه کانکتیم و نزدیکیم به هم دیگه. یعنی یه جورایی حتی خونی برادریم، خانواده ایم و بزرگتر باید به این قضیه نگاه کنیم. این خودش یه جور آزادیه که ما بتونیم به حقوق همدیگه احترام بذاریم. کما که کوروش کبیر که ما چه میگن به 2500 سال پیشینه خودمون افتخار میکنیم، توی اون منشور خودش این قضیه رو قید کرده. پس من آرش باید یاد بگیرم احترام بذارم به حالا قومیت ها، نژاد ها و همه چیزها. فراتر از این قضیه بخوایم فقط بحث ایران و فارس و فلان رو در نظر نگیریم، هم نوع انسانیت، بحث انسانیت رو بخوام در نظر بگیرم، هم باید به حقوق دیگران احترام بذارم. خب، منابع دیگه ای که در اصل الهام بخش این منشور حقوق بشر هستن آثار فلسفی و دینیه. بسیاری از مفاهیم حقوق بشر از سنت‌های فلسفی و دینی جهان از جمله آموزه‌های مسیحیت، اسلام، یهودیت، هندویسم و بودیسم برگرفته شده که بر کرامت انسانی و حقوق فردی تاکید میکنه و در این حال آثار روشنفکران اون در اصل کسایی که فیلسوفاییه که اومدن کتاب‌های نوشتن، نمیدونم اومدن چارچوب‌هایی رو تعریف کردن، یه زمانی که شده استاندارد مورد تایید کلیه جوامع، مثل کی؟ مثلا جان لاک یا مثلا ژان ژاک روسو یا امانوئل کانت که بر حقوق طبیعی انسان و آزادی‌های فردی داره در اصل تاکید میکنه و نقش مهمی در شکلگیری مفاهیم حقوق بشر داره. خب،
سندهای حقوقی پیشین هم هستن. مثلا منشور جهانی حقوق بشر بر اساس مستندات پیشین، اعلامیه حقوق مردم در فرانسه 1789، اعلامیه استقلال آمریکا 1776، منشور بزرگ آزادی ماگنا کارتا در انگلستان 1215 ساخته شده که همگی بر اصول اساسی حقوق بشر داره تاکید میکنه. تجربه های تاریخی و حقوقی پس از جنگ جهانی دوم، تجربیات تلخ و نقض حقوق بشر در دوران جنگ مانند هولوکاست و کشتارهای جمعی موجب شد که سازمان ملل متحد در تلاش برای تبیین حقوق غیرقابل نقض بشر اقدام به تدوین چنین منشوری کنه. منشور جهانی حقوق بشر به عنوان یک سند بین المللی حقوق بنیادین بشر را در زمینه‌هایی چون حقوق زندگی، آزادی، امنیت، آموزش، حق به کار، حق برابری و غیره مطرح می‌کند. خب اینم یه مورد. برگردیم سر این که آرش رو آموزش بدیم که چجوری به آزادی، اول کلمه آزادی رو درک کنه از جنبه مستندش و بعد در این حال به حقوق دیگران احترام بذاره. گفتگو و تبادل نظر. ما امیدوارم که این بستر هی بیشتر و بیشتر پا بگیره. خدا رو شکر حالا یه سری ابزارهای مثل چی بگن کلاب هاوس و فلان هست که نه تنها میشه روش نمیدونم یه سری بازی‌ها کرد، میشه روش واقعا خیلی بحث‌های جالبی کرد. اگر عادلانه مثلا توشون یک مجری باشه میتونه خیلی فضای خوبی باشه که خرد جمعی رو توش بالا ببریم. میگه چی؟ میگه گفتگو تبادل نظر با دیگران درباره نظرات و تجربیات خودمون صحبت کنیم. خیلی چیزا هست، نکات هست که من میتونم از حالا کسانی که دارن احتمالاً این پادکست رو میشنون ممکنه بگن آرش مثلا فلان 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 این اتفاق افتاده، اینجوریه و این خودش باعث میشه که من یک پله بیشتر رشد کنم. این بهش میگن خرد جمعی. وقتی ما اون آگاهی رو شیر میکنیم و نشر میکنیم، به اشتراک میذاریم. خب اینم یک موضوع. امیدوارم بتونیم از حالا تریبون‌های مختلف بیشتر با هم دیگه در ارتباط باشیم. من که خودم پیشنهادم اینه، واقعا همینجا خواهش میکنم اگه نکته‌ای به ذهنتون میاد شیر کنید. فراتر از این در نظر بگیریم که آره مثلا نمیدونم این یک متعلق به یک فرده یا مثلا فلانه. تریبون‌های مختلف هستن، آگاهی خودمون رو نشر بدیم، قلبمون برای وطن خودمون، برای ایران خودمون، برای هم نوع خودمون بتپه بیشتر و بیشتر و عاشقانه همدیگه رو دوست داشته باشیم و دست به دست هم دهیم به مهر میان خودمون رو واقعا کنیم آباد. یار و غمخوار یکدیگر باشیم تا بمانیم خرم و آزاد. این شعر رو آقای عباس یمینی شریف گفتن که سال 1368 همون سالی که من متولد شدم ایشون دار فانی رو ودا گفتن. آموزگار کتاب کودکان رو ایشون چیز میکردن، می نوشتن و چاپ میکردن و خیلی توی بحث فرهنگی ما مثلا کار بزرگی انجام دادن. خب این هم یه نکته. حتی خود افراد پلتفرمایی هستن که آزادن، یعنی هم میتونه اون بعد مالیشو میتونن در نظر بگیرن افراد. شنونده عزیزی که داری صدای منو میشنوی، شما خودتون میتونید صدای خودتون رو روی این تریبونا آزاد ضبط کنید، در اختیار دیگران بذارید. من آرش میام گوش میدم، یاد میگیرم از شما و اطلاعات مفید و مستندی رو بیایم با هم دیگه شیر بکنیم. چه ایرادی داره ما کمک کنیم به هم دیگه برای اینکه بتونیم انسان بهتری بشیم، جامعه بهتری بسازیم. خب یه شعری هست که آقای اقبال لاهوری میگه، چقدر این شعر قشنگه و فکر کنم توی ذهن خیلی آمون هست، از کتاب فارسی نمیدونم چه سالی بود. میگه خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنوشت، به آن ملت سر و کاری ندارد که دهقانش برای دیگری کشت. الان یه اتفاق غم انگیزی که سالهای سال داره میفته اینه که ما ایرانی‌ها خونه خودمون، خاک خودمون، خاک به اون با ارزشی، به اون کشور به اون خفنی و زیبایی که 4 فصل رو توی یک روز داره، گنج خالی، گنج خالی. انقدر آدمای خفن و باحال و انقدر
اینقدر چی میگن گونه ها و گویش ها و نمیدونم فرهنگ های مختلف با هم دیگه در آمیخته شدن. از هر نظرش نگاه کنی هر طرفش یه زیبایی داره. از نظر خوراکیش بخوای در نظر بگیری، از نظر پوششش بخوای در نظر بگیری، از نظر گویشش بخوای در نظر بگیری، رفتار آدمو خیلی چیز باحال و خفنیه. یعنی ما در کنار هم دیگه اگر این بود تضاد و نمیدونم تفرقه انداختن ها رو بیایم کنار بذاریم، میتونیم یک الماسی رو توی کل دنیا در اصل داریم که این الماس میتونه چنان بدرخشه که کل مردم ایران تا نسل ها بعدشون، تا نسل های نسل بعدشون چی بگم والا، فکر کنم خودتون همه میدونید اصلا چه خبره. خیلی خفنه ایران، خیلی. خدایا دعا میکنم از صمیم قلبم که ما ایرانیا با هم دیگه انقدر متحد بشیم، انقدر عاشقانه هم دیگه رو دوست داشته باشیم، خاکمون رو دوست داشته باشیم که هیچ وقت دیگه نذاریم یه بیگانه‌ای، یه بیشرفی، ببخشید دیگه، این بیاد توی خاکمون کشور ما رو هایجک کنه، در اصل به گروگان بگیره و ازش برای منافع خودش استفاده بکنه، بگه ما به غرب باج نمیدیم که به شرق باج بده، نفتمون رو مفت بفروشه، گازمون رو مفت بفروشه، منابعمون رو مفت بده به نمیدونم روس و نمیدونم چین و فلان و فلان. بعد مردم خودمون بخوان با مشکلات دست و پنجه نرم کنن. مردم خودمون انقدر یه دفعه نزول کنیم که تو دنیا وقتی میگیم مثلا ایران انرژی بخش بزرگی از دنیا رو ایران داره تأمین میکنه، منابع زیادی، نمیدونم اولین تمدن، اولین چیزا، با همون منشور کوروش رو که الان در مورد صحبت کردیم، حقوق بشر رو ما 500 سال قبل از اینکه مسیح حتی بیاد و نمیدونم یه سری اتفاقایی بیفته ما تعیین کردیم. حتی قبل از اینکه یهود به سرزمین موعود برسه، کوروش کبیر بوده که اینا رو از بردگی بابل آزاد کرده. ما یه اینطور عقبه‌ای داریم و متاسفانه همون جوری که اومدن زمانی که آدم نمیدونه بگه نگه، میان کتابخونه های ایران آتیش میزنن، میان مردان ایرانی رو به زور میکشن، سر میبرن جلوی زن و بچه و مجبور میکنن همه رو که نمیدونم به زبان فلان صحبت بکنن که فردوسی میاد اونجوری با سیاست و با هر چیزی هست ریسکار رو در میاره. بیایم یه نگاه بکنیم ببینیم ما واقعا ریشمون به کجا وصل میشه. ما میتونیم خیلی خودمون رو زنده کنیم. من احساس میکنم یه انرژی عجیبی توی مخصوصا دنیا داره پاکسازی میکنه و خیلی اتفاقای خفنی در پیشه. امیدوارم که اون روح کوروش کبیر دی ان ایش توی وجود تک تک ما هست، قلقلک اون بده یهویی اتحاد خیلی خفن و بگیم آقا واقعا این شعره رو بیایم در عمل پیادهش بکنیم، دست به دست هم دهیم به مهر کشور خودمون پرچم بالا بسازیم، با هم دیگه بسازیم، نور امید رو ببریم تو قلب هم دیگه بکاریم و بتره کنیمش. خب بریم ادامه بدیم، زودتر این بس کشدار نشه که از حوصله شما هم خارج بشه. میگه منظور به این که ما آقای اقبال لاهوری هم بگم که اصالتا مال هندوستان بودن، شهر سیالکوت که از منطقه پنجابه. منطقه پنجاب هم فارسی زبان دارن، فارسی حالا اردو پشتو و فلان، که بازم این قضیه هم خیلی علاقمند بودن به زبان فارسی، به آداب فارسی، اومدن تو ایران تحصیل کردن. این شعرها خیلی از شعرهایی که گفتن به زبان میخونه، یعنی با اون بیت و قافیهش با فرهنگ شعر و فلان ایرانی خیلی چیزه هم سوه. میگه از هر قومیت با هر گونه و گویش و لهجه عاشقانه به هم احترام بذاریم، برای اینکه ایران یه نقشه وسیع و پیشینه تاریخی بزرگ داشته، طوری که تراکم نژاد و فارس و ایرانی اصلا
هر جای دنیا یه چی میگن قلمروش رفته یه جورایی و تأثیر خودش رو گذاشته. ما میتونیم چی میگن، حالا من این حرف رو واقعا جدی بعضی وقتا میگم آقا یهودی‌ها به خودشون میگن قوم برگزیده خدا، چرا ما خودمون اینجوری در نظر نگیریم که حداقل رو اون سنگ نوشته ها و نمیدونم اون ساختار تخت جمشید هم نگاه کنی، خیلی چیزهایی که اشکالی که در اومده نشون میده که خدا میخواسته یه برکتی تو زندگی ایران و نمیدونم قوم آریایی بندازه. خب تأثیر به این بزرگی توی جامعه و توی دنیا و جهان داشتیم، ما حیف قدر جایگاه خودمون رو ندونیم، حیف نسازیم، حیف به جایگاه اصلیمون بر نگردیم که به نظر من خیلی امکان پذیره. یه اراده جمعی میخواد دومینویی همینجوری پخش بشه و اراده کنیم همدیگه رو، دست همدیگه رو بگیریم بسازیم. خب میگه چی؟ میگه غرور رو هم کنار بذاریم، منم نداره، ما همه کنار هم دیگه هستیم، انسانی. بعد میگه خب این قسمت هم با هم دیگه بررسی کردیم. میگه از همه چی از من شروع بشم که خدمتتون عرض کردم و واقعا عزت و احترام و هر اعتباری که برای ما ساخته میشه بعد از این که ما بتونیم این فرهنگ یه مقدار آسیب دیدمون رو بازسازی کنیم، تأثیری که میذاریم روی از اون اتحادمون، از اون درخشیدنمون توی دنیا، میتونه الگو بشه برای خیلی از جوامع. میگه ادب مرد بحث دولت اوست. اینو آقای مکتبی شیرازی قرن نهم گفته. یعنی هر چقدر که یک انسان ثروت داشته باشه، ثروت مادی رو در نظر بگیریم، اون ادبش، اون احترام به حقوق دیگران خودش باعث میشه اعتبار برای ساخته بشه. نه اینکه کسی بخواد زور بگه، نه، در مقابل زورگویی با اتحاد وای میسیم، اما در این حال احترام رو و در از احترام به حقوق دیگران رو هم رعایت بکنیم. خب بعد میگه خب این قضیه رو هم که گفتیم و من فکر میکنم اینجا جا داره من یه موضوعی رو بگم. بعضی وقتا ما یه دفعه یک گاردی رو میگیریم در مقابل یک قشر خاص. مثلا من آرش به دلیل یه سری بی احترامی هایی که از یک گروه خاص با اسم بسیجی به هم نوعم شده، به هموطنم شده، واقعا آزردم. به خاطر اینکه این اگر اون فرد بسیجی که این پادکست رو احتمالاً به گوشش میرسه اینو بشنوه که اوکی تو هم مثل داداش من، خب یه لحظه بشین تفکر کن، الان بر اساس قوانین بین الملل، بر اساس سند و مدرک داریم نگاه میکنیم که حقوق بشر در ایران داره زیر پا گذاشته میشه. خب من دارم سنگ چی رو به سینه میزنم؟ دارم هم نوع خودم رو برای چی به طور نابرابر، یعنی اسلحه، باتوم، هر گونه سلاح گرم و سرد در اختیارش، با کلی تازه سپر و نمیدونم حفاظ و فلان و فلان و ماشینای زرعی و آبپاش و فلان و فلان، یک جدال کاملا نابرابر. اصلا چرا باید جدال باشه؟ باید تفکر باشه، باید آگاهی باشه. برای کی؟ برای اعتقادات یک نفر که اون یک نفر داره برای یک مملکت تصمیم میگیره، منابع این مملکت. ببین توی سند اخیری که امضا شده با روسیه، به روسیه این اجازه داره داده میشه که از سربازانش استفاده بشه برای سرکوب ایرانی در خاک ایران. خب این زور باید بیاره به اون بسیجی، باید رگ غیرتش همچین بزنه بیرون، بگه آه این فلان فلان شده داره چی کار میکنه؟ با اجازه کی داره خاک منو به قهقرا میفرسته؟ با اجازه کی داره مملکت منو به حراج میذاره؟ باید نمیدونم اون شعری که چیز میخونه شجریان خدا بیامرز میخونه، آقا تفنگت رو زمین بگذار یه لحظه، یا اصلا سر تفنگت رو بگیر یه طرف دیگه به سمت دشمن واقعی. خدا قسمت کنه من تو یکی از این چیزا بیام یه سری اسنادی رو کنم، خب
خدا رو شکر، خدا رو 100,000 مرتبه شکر میکنن که این اسناد توی چی میگن دسترس همه هست و میتونن دسترسی داشته باشن که آقا فلان مأمور CIA با چه برنامه‌ای و چند میلیون دلار پول توی فلان سال میاد و چه حرکتی میزنه که بتونن نفت ایرانو مثلا چیز کنن. چه کلاهای گشادی که سر ما ایرانی ها نرفت و چقدر حیف شد که ما با هم دیگه متحد نبودیم. ای کاش، ای کاش بتونیم این اتحادمون رو به دست بیاریم. ای کاش دست از تمسخر هم دیگه برداریم. ای کاش دست از غرور کاذب و یک طرفه و اینکه سود مثلا میگم من آرش فقط سود خودم رو در نظر بگیرم، آقا من که خوردم رفتم کندم از این مردم رفتم تموم شده رفت و کامل فاکتور بگیرم بگم آقا سفره با این عظمت وقتی پهن هست و همه میتونیم دور هم بشینیم بگیم بخندیم اشغال کنیم یک عمر، نسل‌های بعدمون لذت ببرن، چرا باید به هم دیگه اینجوری ظلم بکنیم؟ چرا؟ چون یه آقای یه شعر قشنگی میگفت چی پایین دوز و بالا دوزه، کشور سرندر پا دوزه. یعنی اون دوزه منظور دزده، یعنی وقتی اون بالای کشور، بالای یک مملکتی که به انتخاب خود مردم هم متاسفانه نبوده، کلاه گوشه شاید به انتخاب خودمون بوده، چوبشو داریم میخوریم، وقتی بالای یک کشور اونجوری داره از مردم میزنه، خب مسلما زیر دستش میگه چرا من نخورم، زیر دستش هم میگه چرا من نخورم، این همین جوری پله به پله میاد پایین پایین پایین. اونی که کف کشورم هست دیگه میگه خب آقا همه که دارن میخورن منم یه جوری بکنم ببرم. اینجوری یک جامعه با اون همه فرهنگ، با اون اقتدار و عظمت، یه دفعه پایه‌ها شروع میکنه به لرزیدن. دعا میکنم از صمیم قلبم که ما ایرانی‌ها برگردیم به اصلمون، برگردیم به ریشمون، که برمیگردیم از نو با قدرت میسازیم، بهترش رو میسازیم، خفن‌ترش رو میسازیم. تنها چیزی که از ما فقط یک بخشی از تاریخیم، یک چی میگن یه ریالی، یه دلاری، یه ذره از 1 متر از این خاک و یه وجب از این خاک و ما نمیتونیم با خودمون برداریم ببریم. همه یک تاریخی میایم توی این زمین، یک تاریخی از این زمین میریم. تمام این زندگی، تمام این هدیه، یک بخشی از این تاریخ هستیم. چقدر خوبه که ما بتونیم در کنار همدیگه نامی در تاریخ ثبت کنیم که این نام نیک تا هزاران سال بعد از ما بدرخشه. واقعا می شود اگر همه با هم یکی شیم، همدل شیم. دعا میکنم برای اون روز، دعا میکنم برای خودم، از خودم شروع میکنم و امیدوارم صدای من به گوش هر کی رسید اونم بگه منم هستم، منم شروع میکنم به نفر بعدی برسه، زنجیر وار همینجوری بره جلو. یا متوجه میشیم اگه ما همدل باشیم هیچ کسی نمیتونه، 4 نفر آدم نمیتونن 80 میلیون نفر آدم رو از پا در بیارن. یه نگاه درست بکنیم، جای هیچ کدوم از ما نه تو آمریکاست نه تو کاناداست، نه ایرانی باید بجنگه خودش رو از راه دریا و فلان قاچاقی بخواد ببره به اروپا برسونه که یه نگاه از بالایی بهش بکنن، با فخر بخوان بهش بفروشن و بهش برچسب پناهنده و فقیر و فلان بزنن و حاضر بشه تن به هر کاری بده. ایرانی که انقدر ثروتمنده، ایرانی که خاکش گنج طلاست، قدر خاکمون رو بدونیم، خونمون رو پس بگیریم. ما صابخونه بودیم، یه نفر ناخواسته اومده به اسم مهمان اول دارایی خودمون رو به خودمون چی میگن بسته بندی میخواسته بکنه و بفروشه و نفت و سر سفره میاریم، آب رو رایگان میکنیم، برق رو رایگان میکنیم، فلان اتوبوس و فلان رو رایگان میکنیم. اینا که مال خود مردمه، همش رایگان هم باید باشه، ذاتاً باید یه اینطور سیستمایی باشه. و بقیه ماجرا که همتون آگاه هستید و واقف هستید. خب درست میشه. شماره 4 که شماره 3 که آرش باید یاد بگیره تقویت همدلیه. سعی کنم
خودم رو جای دیگران بذارم، جای انسان‌های دیگه، جای قومیت‌های دیگه. من آرش کرد، من آرش لور، من آرش عرب، من آرش بلوچ، من آرش گیلکی، من آرش هر شهری، هر قومیتی، ترک، هر چی، فرقی نداره، فرقی نداره. برادریم، برابریم. اگه اون جنگی که با عراق بود بخوای در نظر بگیری، توی از همه قسمت‌های ایران، ترک و لور و نمیدونم عرب و بلوچ و فلان و فلان و فلان، همه یکی شدن وایسادن جنگیدن برای دفاع از خاک این کشور. از قسمت‌های دیگه اومدن، از مشهد اومده توی چیز جنگیده، تو خوزستان جنگیده. فرقی نمیکنه. ایران ایرانه. ایران یکیه، یک پارچه است. گنجیه که به همه این مردم تعلق داره و همه این مردم تعلق دارن به این خاک. ما مثل گیاه میمونیم، مثل بذرهایی میمونیم که ریشه در اون خاک داریم و الان اون بذرها متاسفانه پخش و پلا شدن، توی جاهایی افتادن که پا نمیگیرن. سخت دیگه، سخت. میبینی خدایا واقعا از صمیم قلبم برای تک تک هموطنام آرزوی دعا میکنم از صمیم قلبم آزادی، آرامش، ثروت، برکت، سلامتی، همدلی، عشق و حال، لذت، شادی، خوشی، هر چیز خوبی که هست رو برای هموطنام آرزو میکنم و دعا میکنم بهشون برسه. آرزو میکنم و دعا میکنم که آزادی رو به معنی واقعی کلمه تو دنیا الگوی آزادی بشیم. الگوی آزادی، نه اینکه آزادی که ببخشید یه جورایی از ما اسم بدی تو دنیا چیز کنه. ببینید یه جورایی من یه چیزی بگم، مثلا میگم توی حالا سوشال مدیا و این چیزا میریم، نمیدونم شاید هم غلطه، هر کس واقعا آزادی بیان داره، اما یه جایی میبینی دیگه داره به فهم کلی، به اون تعریف کلی یک جامعه، یک فرد با کاراش داره توهین میکنه. ما باید آگاهی خودمون رو، اون چی میگن، عظمت ملتمون رو یه جورایی به رخ بکشیم، نه بیایم خودمون رو خورد کنیم. دارن راحت، دارن کمونیستا از ایران تایلند میسازن، راحت دارن از ایران فقر، یک کشور فقیری میسازن که بعدش هم که دراش باز بشه مردمش به دلیل پروگرامینگی که پیاده شده نتونن خودشون رو جمع کنن. ما باید دوباره بازبینی بکنیم خیلی چیزامونو. ما باید بلند شیم، باید حرکت کنیم، باید قدم‌های درست برداریم. نباید خودمونو به خاری و پوچی و حماقت پرزنت بکنیم و نشون بدیم که بتونیم 4 تا فالوور و لایک و فلان بگیریم. آقا نمیدونم، شاید این هم یه جور بی احترامی به حقوق دیگران باشه، ولی من احساس میکنم جایگاه ایران و ایرانی و قوم آریایی خیلی بالاتر از این حرف هست. باید قدر جایگاهمون رو بدونیم. باید بدونیم کوروش کبیر چه عظمتی بوده توی دنیا. باید بدونیم تو خونمون دی ان ای اون آدم جریان داره. ما از اون نسلیم. ما از اون نسلیم. ما از اون نژادیم. ما نباید انگشت نمای دیگران بشیم به کوته فکری. امیدوارم ای خدا ایران رو به جایگاه واقعیش برگردون. ای خدا ازت میخوام به مردم من، به هموطنای من، به هم نوعهای من آزادی واقعی بدی، پیشرفت بدی، برکت بدی، آگاهی بیشتر بیشتر به من آرش اول بده که حرفی که میزنم زور نباشه، بی احترامی نباشه، و بعد به هم نوعهای خودم، به هموطنهای خودم، که بتونیم یک جامعه خفن رو در کنار هم دیگه بسازیم با این همه امکاناتی که هست.
اگرچه محدود شده ولی خب برمیگرده. آزادی میاد اول از خودمون، انقلاب از درون. کاری که مهاتما گاندی کرد، کاری که خیلی آدمای بزرگ توی دنیا کردن و ما هم میتونیم. خب بریم ادامه بدیم. چهارمم ترویج فرهنگ احترام. من آرش باید اول خودم احترام بذارم، در محیط‌های اجتماعی و حرفه‌ای خود ارزش احترام به نظرات و حقوق دیگران رو ترویج بدیم. چشم، حتما روی چشمم انجام میشه، تمرین میکنم، تلاش میکنم که به حقوق همه احترام بذارم، هم نوع خودم و به هر انسانی به حقوقش، آزادیش احترام بذارم، توهین نکنم. و از من شروع میشه و تکثیر میشه، واقعا تاثیرش تکثیر میشه. و پنجم، عمل به اصول اخلاقی. با رعایت اصول اخلاقی و انسانی در تعاملات خود میتونیم نمونه ای از احترام به آزادی برای دیگران باشیم. هرچقدر من رو خودم بیشتر کار کنم، انسان بهتری بشم، مسلما اون فردی که داره نگاه میکنه دمش گرم، آدم درستیه، تأثیر خوب تکثیر میشه. درسته بدی هم تکثیر میشه، ولی بذر خوبی بکاریم، خوبی برداشت میکنیم، بذر بدی بکاریم، بدی برداشت میکنیم. ما هر کاری داریم میکنیم توی زندگیمون مثل یک کشاورزیم، یک بذری رو میکاریم، یا ازش اون بذر بدی برداشت میکنیم، میوهش بدی میشه، یا بذر خوبیه که میوهش خوبی میشه. خب این قضیه بود که در مورد صحبت کردیم، آزادی رو کامل شرط دادیم. من خیلی کوتاه و سریع تو چند دقیقه از نظر مسیحیت هم میگم که آزادی در نظر بگیریم. کاری ندارم با ادیان دیگه، حالا شما میتونید این قسمت دیگه تمایلی ندارید گوش ندید، یا دیگه حالا اون افرادی که احتمالاً هم اعتقاد من هستن میتونن گوش بدن. میگه مسیحیت آزادی رو نه تنها به عنوان یک مفهوم اجتماعی یا سیاسی، بلکه به عنوان یک حقیقت روحانی و درونی در نظر میگیرد. در کتاب مقدس آزادی واقعی از طریق رابطه با خدا و ایمان به عیسی مسیح معنی پیدا میکند. در ادامه برخی از ابعاد آزادی در مسیحیت بررسی می شود. آزادی از بند گناه. کتاب مقدس تعلیم میده که انسان ذاتاً در اسارت گناه قرار داره. آقا فیلم اسکارفیس رو اگه ندیدید ببینید. فیلم اسکارفیس داستان آلپاچینوه که میاد یه دفعه از مثلا مکزیک و فلان و فلان میاد آمریکا، قاچاقی میاد وارد میشه و یه دفعه‌ای میرسه به ثروت، ولی اون پوله در انتها به اونجایی میرسه که توی جکوزی یا حالا هر جوری هم بخوای در نظرش بگیری چیز دیگه، یه داستان اینطوری هست. و تهش چی میشه؟ تهش واقعا آسیبای زیادی میبینه، تهش دشمنای زیادی پیدا میکنه. ولی این به این معنی نیست که نمیدونم تلاش کردن، موفقیت، این چیزا بده، پول بده. نه، پول ابزار بسیار خوبیه. اگه چیز نشیم، خادم پول نشیم و پول در از خدمتگزار ما باشه، میتونه کارهای بزرگی رو انجام بده. خب اون فیلم رو ببینید، جالبه. میگه کتاب مقدس تعلیم میده که انسان در اسارت گناه قرار داره و این گناه باعث جدایی او از خدا میشه، اما مسیح از طریق مرگ و رستاخیز خود راه آزادی را برای بشر باز کرد. یعنی انسانایی که سنشون بالاتر میره، یه دفعه‌ای انگاری که مموریشون دوباره میاد لود میشه، ریلود میشه و یه سری چیزها رو به خاطر میارن که بار سنگینی رو دوششون احساس میکنن. ولی با ایمان به مسیح و در مسیح میگه اون بار یک باره بخشیده میشه. نه به این معنی که طرف بره دوباره هر کاری دوست داشت بکنه، ولی یک امتیاز. خب یوحنا باب 8 آیه 36 میگه پس اگر پسر شما رو آزاد سازد به راستی آزاد خواهید شد. یعنی زمانی که مسیح خودش رو فدا کرده، این خودش یک شانس مجدد زندگی در مسیح به اون فرد داده که انگار
بخشیده شده، هیچ سیستم امتیازی و شما به بهشت و جهنم میروید هم نداره. شما در نام مسیح به خاطر اینکه اون فردی که ایمان داره چیز میشه، عفو میشه، بخشیده میشه، گناهاش شسته میشه، هر چیزی که اسمشو بذاریم. کسی اعتقاد داره یا نداره، آقا هر کس اعتقادش محترم و من بازم میگم آزادی در مسیح نه هرج و مرج. برخلاف تصور رایج، آزادی در مسیحیت به معنی بی‌تفاوتی، به معنای بیقانونی یا انجام هر کاری که دلمان میخواد نیست. یعنی پولس رسول میگوید غلاطیان باب 5 آیه 13 ای برادران شما برای آزادی فراخوانده شده اید، اما آزادی خود را بهانه‌ای برای نفس قرار ندهید، بلکه یکدیگر را در محبت خدمت کنید. بنابراین آزادی مسیحی به معنای رهایی از گناه برای خدمت به خدا و دیگران در محبت است، نه آزادی برای گناه کردن. ببین این احترام متقابل، اگه بخوای اصلا دین و مذهب هم فاکتور رو بگیریم، یک موضوع بسیار مهمه که خودش آزادی رو تعبیر و تعریف میکنه. آزادی از ترس و مرگ. ترس به ویژه ترس از مرگ یکی از قوی ترین اسارت‌های بشری است، اما مسیح با غلبه بر مرگ آزادی از این ترس را به پیروانش بخشید. من شخصا این قضیه رو با قلبم تجربه کردم که آقا انسان وقتی روحش سبکتره، آزادتره، استرس کمتری رو تجربه میکنه. فشار عصبی این برای پوستش خوبه، برای انرژیش خوبه، برای ارتباطاتش خوبه، برای شادیش خوبه، برای هر چیزی که فکرشو بکنی. حالا اگه این یک باوری باشه که تعریف شده تو ذهن آدم بر اساس اعتقاداتش، خب چقدر قشنگتر. عبرانیان باب 2 آیه 15 و آنان را که تمامی عمرشان از ترس مرگ در بندگی بودند آزاد سازد. این یعنی ایماندار مسیحی دیگر اسیر ترس از مرگ آینده نیست، زیرا حیات جاودان در مسیح برای او تضمین شده است. 4. آزادی از شریعت به معنای وابستگی به فیض. در عهد قدیم شریعت یهود قوانین سختگیرانه‌ای داشت که بسیاری از مردم را در اسارت، احساس گناه و ناتوانی قرار میداد. اما در عهد جدید عیسی مسیح این بار را از دوش ایمانداران برداشت و فیض را جایگزین شریعت سختگیرانه کرد. خب رومیان باب 6 آیه 14 زیرا گناه دیگر بر شما سلطنت نخواهد داشت، زیرا شما زیر شریعت نیستید بلکه زیر فیض هستید. این آزادی یعنی انسان دیگر مجبور نیست برای جلب رضایت خدا صرفاً به احکام سخت عمل کند، بلکه از طریق فیض و ایمان زندگی جدیدی در خدا دارد. 5. آزادی وجدان و انتخاب. یکی از مهمترین جنبه‌های آزادی در مسیحیت حق انتخاب است. خدا به انسان آزادی داده که او را بپذیرد یا رد کند. این آزادی به معنای مسئولیت نیز هست، که حالا این مسئولیت خودش یه جور در اصل احترام رو با خودش در بر داره. تثنیه باب 19 آیه 30 امروز آسمان و زمین را شاهد شما گرفتم که زندگی و مرگ، برکت و لعنت را پیش روی شما نهادم. پس زندگی را برگزینید تا شما و نسل شما زنده بمانید. این اصل نشان می‌دهد که آزادی در مسیحیت نه تنها یک هدیه الهی است، بلکه مسئولیت انتخاب درست را نیز بر دوش فرد می‌گذارد. نتیجه گیری آزادی در مسیحیت فراتر از آزادی سیاسی و اجتماعی است. آزادی رهایی از گناه و تأثیرات آن است. رهایی از ترس و مرگ را به همراه دارد. در خدمت به خدا و دیگران معنا پیدا می‌کند. وابسته به فیض الهی است، نه اعمال انسانی. مسئولیت انتخاب درست را بر دوش انسان می‌گذارد. بنابراین آزادی حقیقی در مسیح یافت می‌شود و این آزادی انسان را نه تنها از اسارت‌های بیرونی بلکه از اسارت‌های درونی و روحانی نیز نجات می‌دهد. جمع‌بندی بخوایم بکنیم، من میگم اعتقادات هر کس کاملا قابل احترامه. این مطالعه شخصی من بوده و من دوست داشتم در موردش صحبت کنم. دین مسیحیت دینیه که یک فرد آزادانه هر زمان دوست داشت خودش میتونه مطالعه کنه، دوست داشت ایمان میاره، اجرا میکنه. مسیح هم میگن یک راهه، عیسی مسیح یک راهه که از ماتریکس در اصل نجات میده آدم رو. حالا در مورد ماتریکس هم توی این قسمت ها صحبت میکنیم، اما یه جورایی انگار از اون ماتریکسه آدم رو رها میکنه و یک سری پتانسیل های زیادی رو در اختیار انسان میذاره که حالا این خودش یه بحث جداگونه است. اینجوری نیست که مثلا از همون بعد به تولدت چیز بشی،
وارد یک مسیر تعیین شده بشی. خب جمع‌بندی، آزادی جنبه‌های مختلفی داره و آزادی با چارچوب مشخصی که به آسایش و امنیت و حقوق دیگران لطمه‌ای وارد نکنه میتونه باعث شکسته شدن خیلی محدودیت‌ها و پیشرفت در سطح فردی و اجتماعی در زمینه‌های مختلف بشه. با توجه به درک کلیه که خودم از آزادی به معنی درستش، حتی منجر به ایجاد حس احترام متقابل، همدلی و اتحاد بیشتر هم میشه توی جامعه. یعنی این آزادی خودش ببین چه ابزاریه که خودش احترام رو ایجاد میکنه، اتحاد رو ایجاد میکنه، همدلی ایجاد میکنه، چقدر کار بزرگی میکنه. و میبینیم که آزادی وقتی توی جامعه نیست، بی احترامی، توهین به هم دیگه، حقخوری، همه این داستانا هم داره اتفاق میفته. و در کنارش این موضوع رو میگیم که من شخصا من آرش درست اینو نوشتم، یه تیکه‌ای که نوشتم که حتما یادم بمونه. من اینو تعهد خودم، یعنی تعهدیه که به خودم میدم که در احترام به حقوق دیگران و آزادی هم نوعانم کوشا باشم. امیدوارم بتونم قدمی مثبت، تأثیر مثبتی روی اول با درست کردن خودم، از خودم شروع میشه، از من آرش شروع میشه. هر چیزی الان گفتم اینا چیزاییه که تو گوش خود آرش اول از همه باید بره و آرش باید پیادش بکنه، بعد دیگریش بشنوه و حالا استفاده بکنه ازش یا هر چیزی. و دعا میکنم از صمیم قلبم که تمام مردم دنیا، علل خصوص هموطنهای عزیزم، ایرانیای عزیز که عاشقانه واقعا همین خاک رو دوست دارم، هم من عاشقانه ایرانی‌ها رو دوست دارم با تمام وجودم، هموطنامو دوست دارم لبخندشون رو ببینم، دوست دارم خوشیشون رو ببینم. خدا شاهده از صمیم قلبم هر لحظه برای سلامتی، برای خوشی، برای آزادی، برای لذت تک تکتون دعا میکنم و امیدوارم که به هر چیزی که دوست دارید و توی قلبتونه برسید و این روز برسه که خیلی زود میرسه. ایمان دارم خیلی زود میرسه که شاهد صلح و آزادی هستیم توی ایران خودمون، در کنار هم دیگه این هدیه بزرگی رو که رسم نیاکانمون بوده جشن میگیریم. هر روزشو جشن میگیریم، هر روزشو پایکوبی میکنیم به خاطر اینکه آزادی حق طبیعی ماست و با هم دیگه یک جامعه و یک کشور متحد رو میسازیم، همدل، طوری که بریم تو جام جهانی هم به دور دوم هم برسیم، به دور نیمه نهایی و فینال و این داستانا هم برسیم. خب ممنون میشم اگر که انتقادی، پیشنهادی، دیدگاه خودتون رو در مورد آزادی در میون بذارید. اصلا به نظر شما آزادی چه تعریفی داره؟ چه بعدی از آزادی رو شما تو ذهنتون دارید که دوست دارید به من یه چیزی یاد بدید؟ خوشحال میشم ازتون یاد بگیرم، خوشحال میشم ازتون بشنوم و میتونید هم از طریق پیج اینستاگرام و یوتیوب و تیک تاک من با اسم آرش د شف، یعنی @آرش .the.chef پیج من رو پیدا بکنید و با کانال یوتیوب رو هم که من زیر همین پست میذارم براتون، تمام لینک ها رو براتون میذارم، میتونید در ارتباط باشید و خوشحال میشم ازتون بشنوم. از صمیم قلبم بازم براتون دعا میکنم. تمام این فایل ها رو علاوه بر اینکه روی سوشال مدیا میذارم روی سایت analyzor.com که آنالیزور لینکش هم براتون میذارم همین پایین، میتونید دسترسی داشته باشید، متن رو میتونید دسترسی داشته باشید و همه این داستانا. واقعا ایام به کامتون باشه. خیلی زود به اون چیزهایی که توی قلب هممون هست میرسیم. یک ملت آزاد، یک ملت یک پارچه، یک ملت همدل، در کنار همدیگه آزادیمون رو جشن میگیریم. فرقی هم نداره. من برای اونی که داره خطا میکنه، نگرشش رو پروگرام کردن، به زور بردنش توی فضای منفی و داره کار اشتباه رو انجام میده بر علیه مردم خودش، من برای اون دعا میکنم، برای مردم خودم هم دعا میکنم، چون فرقی نداره. ما همون ایرانی هستیم که پروگرامینگ‌های مختلف و همینجوری یه جورایی از جاهای مختلف پیاده کردن. دست خدا میسپرمتون. ایام به کامتون باشه و شاد و سلامت باشید. خدا نگهدارتون. جان من فدای خاک پاک